آیا در ماه رمضان عرق بخوری گناه دارد؟ ببینید عزیزان، قبلا هم توضیح دادم که در ماه مبارک رمضان در زمان و مکان مقدس و مبارک، همان گونه که ثواب طاعت و عبادت بیشتر می شود، درجه معصیت و گناهی که انسان انجام می دهد هم عظیمتر و سنگینتر هست. شرابخواری و عرق خوردن در رمضان و غیر رمضان این در واقع جز گناهان کبیره هست. از نظر شرعی حرام هست، جز گناهان کبیره هست. از نظر شرعی حد شرعی دارد، مجازات شرعی دارد، در همه وقت گناه هست. و شراب یک موردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم همون کسی را که شراب را می سازد، یعنی شراب درست می کند، همون کسی که حملش می کند، هم اونی که می سازد، هم اونی که می فروشد، هم اونی که ساقی هست، هم اونی که شراب می خورد، همه را نفرین کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم و گناه بسیار سنگینی هست. و در ماه مبارک رمضان هم گناهش سنگینتر و بزرگتر خواهد بود.